خب سلام دوستای عزیز، بخش کلی کشم سلام. مو امروز ایشته در جایی که شمر بوبری قنیقه خو همراهی کن مورا که در طول شاید بگیم 60 سالی که ما در یادم است تاریخ از اون منطقه ما بخششم در مسیر را مگیم و قد از مو همراه باشین. مو دیگه امتر نامعلوم علم تا مورا چی نکنین اعلان نکنین، برین تا آخر برنامه قدمو باشین که بخششم خلاصه موم دیگه دوست دیگه یاسر جان که فیلم برسال کردیم مو یک جهان تشکر منی از تو، خیلی زیاد تشکر منی. واقعا جای تو خالیه اینجا، تو که مو بود نقل مجلس دیگه تو خود معلومه. مو مورا امی کی هستن؟ کاکم کست آغلای آجیز مبرا آجی این مثلا آبیزی که بوده در آبی منطقه خانه آجیخ مبرا اینی تو میگی خانه بابیزی میشه خانه آجیز میشه دیگه خانه آجی پدری یار به خانه آجیش مبرا دیگه یادتون باشد که اونجا جای شفتالویه دیگه، این مال موقع شفتالویه دیگه قدمو باشین خوب اما تر سریخته باشین که شفتالو بخورید. بس تو بر جای شما شفتالو بخورید. خب باید شما دو پیش بشین. دو نفر پیش بشین؟ نه 4 نفر سر کدام راجان تو داری حالا که بیریش دادی آوردی یاد تو بنده؟ همزو خاطری ویدیو رو میگم نه؟ یادی پارسال بخیر پارسال بود دیگه نه؟ خب خیلی بازی دیگه اینجا نه؟ در اینجا تار شدی نه؟ اینجا ما شاید گریش مال کوکاو کنه که بگی پر من میداغل حالا یک رقص یک آهنگ بریم تقسیم چیکار رقص دیگه نیرخم. خب بینندای محترم، امروز زمانی که ما بخششم اولین باری که معرفی کنم این منطقه سیدون غارای که کسایی که این رو در نظرش باشه یا چمنده شد این مال در پای سربلگی میرسی که همو مورد او چوقه ها میرسی این سربلگی دیده دیگه اینا که زمین ها مربوط میشه این رار جور کده ای خدای خیر بیده اینه تادمان خیر خواه نه. رسیدم در قبرستان های قبچغی، خدای مردار بیامرزه جنت ها نصیبش کنه. اینه قبرستان قبچغی اینه از این کتشن قلای کاتیب مگه زمانهای قدیم مو که مکتب میمادی در او خانه مورا آخونده زمانهای قدیم رسم با داغیل متر نوبت مخوردن و میگشتن. اما شاگردانم باید در داغیل جمع مکد. این قلا خیلی قدیمیه، خیلی زیاد قدیمیه. اینی قلای کفتانه. کفتان کفتان نه کفتان اینی دیگه کوشش کن برادران مار دعا کن که بخششم گزارش از طرف های بامیان دایکندی لال سرجنگل از اینجا تهیه کنم که اما اوقاتشم خوش نشمور یک لحظت در لال سرجنگل ببرم، یک لحظت در بامیان ببرم، یک لحظت در برادران عزیز در بهترین جای افغانستان بند امیر ببرم شموره. حتما باید کاش آموش نه بخیم برد چیز مالستوک بوده؟ مالستوک بور دوستا رو وعده شدم که ما هنرمندار جمع منم دیگه بخششم گزارش خیلی خوب هنرمند دمیاغیل است. دمیاغیل؟ دمیاغیل باید مون یک فرسم بوری کاش که موجی دور بخورده نه نمیشه یه پاس میشه خیره یک روز دیگه شخصی باید بخزم یک آهنگ سرزو بخونم. دوستا کسایی که یا چمنده شد مو از خانه سید معلم تر شده انده اینجی نرسیده دم آوی دیگه دمو سعی کنم مثل تونل وری جای اینجا خوب سرسبز نخوام نمیتونم نالی یعنی می کاغسک خیلی خراب کرده یعنی حالی دیگه برادر و کاغسک نمایه اور ما حذف کدام دیگه کشیش نمو نایه چون رو بروید ما در شیشه یعنی آور من گرنین بیچاره کامرا بینی گرفتم خواه
دوستا مو آلی در منطقه میانه رسیده که اینجا دو روز پیش روی دو روز چیز یک فاتحه هم هسته دیگه اینجا آواز لاسپیکره مو بخیر جاهای دیدنی که باشد ما قلیقه شما معرفی منم و شما مرتانا نیلین مون برادر جان بخششم تا واسه مرسا بخششم گزارش تهیه نی اونجا دیگه کچالو میکنه ترقص باور کن اونو کیه تو واسه گفته یعنی دیگه مو تصمیم داره که امروز باری دمی منطقه آوی که طرف داله مالستان مایا آو ولی تو کن سر بسر میشه کسایی که رفته اونجی یادش بخیر بگه یا یادش بخیر مودم اینجا رفته دیگه این ما واقعا این ویدیوها خاص به خاطر مسافرهای دو روز وطنه مخو بارا دارز پاس دو ماه پاس سه ماه پاس یک دفعه در هر مسیر آدم مره اما یکی که شما مسافرهای عزیزی که دور از منطقه هستین از جاغوری هستین از دایکندی هستین از بامیان هستین خاطرات های وطن که بخشش نبشه شما خیلی ما خود زیاد مسافرت کردم دیگه بخشم خیلی خوشاینده دیگه یعنی دقیقا نه میزه سعیدی؟ که در چیز مردم بدهت مردم خدمت منه و شاگرداش تربیه منه مدرسه دینی در وجود این مکتب منبر پیتنگی یعنی منبر پیتنگی این منبر پیتنگی اینجا مدرسه بود که شاگردا کلن آقای امیری آقای سعیدی این شاگرد تربیت میکرد باز جایش خراب کردن مدرسه را از منبر جور کردن حالی در غجورن اینا که مشغول خدمت اینا رسیدی در پولتن آره عبدالحلیم جان ویدیو را سیل کو خانه آته تو کجایا؟ که ما چندین دفعه اینجا دم چای خوردم و برادر جان پشت نمزی سنگ خانه دکتر عبدالحلیم اینه ایدر اینجا تو ایدره حالا اینجا خیلی نالی رو خراب خدا این روز اینجا بیا مکاکی یا میره دسته خلاص کنم بیا دسته میگیری نه دسته خلاص نکن ما اینی تخم میگیرم لا شیشه بیست بینو بال نسر شو پیش تو شو ما هم سامرم اما دوستا مو اینجا سرکای تنگ دیگه به تنگی گفته تنگ نام قد خود خدره مو اینه ده کم در رای فرعی رفتی دوباره هم ده سر کمی میگرن نمیگرم در رای اصلی اینال گرد شده دیگه بخیره که جای دیدنی که بخوای مور دنبال کنین شروع شد دیگه بخیره توخ کنین که این فرصت از دست ندید فقط با فرصت طلایی را کامنت خو حمایت یادشم نره اگر خوش مامادک بگی هر روز زمینی فیلم میگم ما هر روز شون این دسترس از مویا کامنتاش ما بخوانم چی میگین سایکو راره اگه تو داری وای شمال بدخشان لی رسیدم در جای کوهستان ای طبیعت سعی کو که چی یک جای یحیی جان نوست باشد خدای نکرده اگر یه ماسی غفلت کنی دیگه بخیر در کویت میریم آره کویت خیره بخیر ویزه استرالیا رو گستگیرید ندیگه آسا برو احیاء جان از اینجا آره که مردم ها بخیر دیل سیزاف منادیده این حال موز بله سبزی ها مسلط باور که قدر بلندی است سعی کو این تنگی میشه سعی کو همین یک دفعه استاد کو این دتایلو تر استاد نگاه موتور نه کشکابه مشتبه مو ایرادرا این
سال که یعنی پاغمان دوم بینندای عزیز مو آل رسیده در اول تنگی یک جایی است که شاید بگیم در افغانستان هم دروگوی نشنم غیر بدخشان و چی اگه جورش با پنشیر دیگه ایت جای دیگر در جاغوری نیه. در جاغوری ما تمام جاغوری گشتم از نگاه طبیعت جای دیگر نیه. یعنی این سبزی ها که می‌بینیم این سبزی ها همون فرعیایش که است کلا سیب و چی شفتالوی باز این داخل چیز که درختایی که بخش ساختمان به درد مخره. یعنی راه که بود گاه سابق قول امزی او زمان امکانات نبود. از یا چوب مکد دور از او دور چوب مکد دور از دو چوب مکد دور باز یک دنه بنده خدا به نام شریفی بود گمانم. او شریفی این راه را کم از بلوتر کشید. باز قرقره مردم که سرش کار کرد قدیس. انا باور کنی سنگای پولاد که زده قدیس دیده میاره. این سنگا را که کار کرده بیل میل اینجا نمیده تا نصره. اینو قدیس کندن. مردم زحمت کشن مردم چیه؟ به باز منگرنی که اینمی کار ما خودم شاهد صحنه بودم که اینجا 12 دانه دختر پشت رای بیده دم پشت ما آل خانه ما خلاق مرم ما خانه ما خلاق مرافت خیلی ریزه بودم اونم دون پشت رای بیده در پشت 12 دختر آمدن دمی قاف کل همینجا آو خوردن شیشتن گفتن خندیده و برادر جان استدار اگر او پشت رای رنوال در پشت خوب مرتکه زورتو اگر پشت بیده اینم بالشتن هم تنستاشه تو یک تو از تو را ممنه از تو را ممنه یعنی تو برا آفرین میره هریزا اونمو قدر زحمت کش بودن اونمو قدر زراور نفرا بودن تو عشق پشت کندی تو از تو را من ندی نه؟ آفرین او دخترا اونا یک دو شهر از خواه نرفت بندای کنیم بود در بکد که قیله بود یعنی سبزیار که میگنی یعنی درنگ را یعنی قول را یعنی چیز را باید ببارید تا آخر از این قول را قبل از برا تنها نیدید که شما را جاهای دیدنی بخیره چی مونی خدیقشم شریک بودید خب دوستا حرکت به سوی علودال و علی سید و نمیدونم دانقول و برادر جان از تو بیتوغه و سراسیه و ایمتی چیزا دمی مسیر خو نام داره دیگه بخیر برای اختر بیچاره تانا در خانه پرته که تو خانه را خود خوش بیکرد و بده بالای تو خود دیگه ما دیقون شیم او بخیره یک چند در سرزون بمونه که او هم چی کنه بوفامه که لد دیقانی خیلی سخته سیما گردنک سیما زد او خوش نمو مارستایی رفته دمگوری رفته سیرتوی سنگ ماشایی رفته این یک تنگی منده دیگه تمام دور رفته این یک ادمیش منده هم پیشتم تازه این تنگی آره ما که هم دو مایستو خانه ما کم گفته یاسیر دعا کن یاسیر یاسیر خدا بر بیده که یاسیر باچه خدا مدیر راست بیده دارگوهایش موفق کنه همیشه پیروز باشه خدا جانی جور بیده از بلاخانی جور بیده که موقعی سلکو چطور نیا خوشت خوشت هستن؟ خوشت هست تویا خمو که دار مسیر برسی دوام منی نه بیاد مو دار جکرم تو دوام منی آبایش بلی بودی یاسیر خدا مدیر راست بیده همیشه در کارهای موفق باشه وقتی خوش باید که بخیم یک جای سفر کنی یک از پشت دیگه فقط لذت ببرین از مسیر یعنی طبیعت افغانستانه اینجا هیچ کس بلد نیست آسان اینجا کسی نمیده خیلی کم کس آگرم داشت آلو شفتالو سال کو برادر سال کو راه سال کو سبزی های دو طرف سال کو یک گفته یک جایی هست که در زندگی ندیده باشه آته یا تو در این راه قدر انده چی می تو در پشت بیدن ما رفت میمادی ما اینا
باور که تقریبا در راه موتر 1 ساعت 1.5 ساعت را ما که در موتر بریم ما نزنج 3 دانه تیم دمینه بوجی میکردم پشت میکردم میمادم طرف خانه میگفتم یک لحظه خانوادیم خوشحال باشد اما چی بود امکانات نبود دو قدر نفر در خر بردن هم شد موتر نبود دیگه ما یعنی شد طبیعت افغانستان سال کو ما وقتی من خیل میماده خانه آتی رستم سال کو اینجا نفر میشه دیگه حتما میشه اینی منبر بیتوقعه خوب منبر جور کردن یک نفوش کمه اما منبرش خیلی خوب منبره این منبر بیتوقعه یعنی با خلاص بس ناگ رسته نه ناگ رو بگه هوشت نگه اون در بلو اونو درخت های ناگ است تبلیغ سه اشتی؟ تبلیغ چطور سه سه؟ سمده؟ تبلیغ سه اینی ناگه دوستان خیلی کلان هستن اینجی خانه رفیق نه آره خانه اسمت رفیق رضا دودن رضا بود از اینجی در کابل رفیق شد؟ نه در مکتب ترمای میمادن اینجی مکتب ترمای چطور سه بدل نشد تبلیغ شش ده تبلیغ شش خب یعنی بخی اگر من زیاد احساس نگاه گزارش بیده خواه اینجا دیگه این تلون را خانه رفیق من اسمت این خیلی باغبند چقدر خانه باشه من بشت تلون استاد نپرسان اون یه جای سک موتر شه باید وقت میگیره یعنی در یک قدای سنگای خانه جور کردن ایت خانه جور جای کردن نداره دیگه بتر اسکات کنه بارو پرسان کنم آره پرسان کن خانه اسکی را خانه اسمت بار پرسان کن بود بلدش مک شفتالو ناب بیر تو باش یحیی رفته در خانه در رفقای که میگه ما برم اونجا اگر بود که شفتالو بخششون بیرون دوستا در نظرشون میره نمیره شما مفهمین اگر نمیره ما اینا بخش فعلا نیره چی میمونم دیگه دوستا سرفیم که از ما اینید خم زحمت میکشه ولی شما اینتی فیلم میگره از خانه تا دنمی اینجا میخوام کم نداد دیش چی دیگه تو را گفتم ده چرا برادم نیه این امروز هم کامرمن شده هم گزارشگر ما برادران شما درخت معلوم کنین برای ما نظر بیدیم که ما کامرمانی میتونم نمیتونم رانگه شاید کم خوبتر شم رانتر دیگه خوبتر شم تشویق کنه ما تشویق کنیم که ما یک کار ادگار نشنم آره بخششم از هر جای افغانستان هر جای جاغوری هر جای دیگه سود در زندگی بامیان از جاهای دیدنیش بخششم گزارش تهیه کنم دیگه کوشش نیم که فیلم ها خراب نیا آره دیگه امروز هم گزارشگر شده هم کامرمن شده دیگه سخته اسمت رفیق امداد داخلایشم دیگه رفتم از امزو پشت خانهشم که هستم یک خانه امزو یک دودن رضا بود پرساندم گفتم اسمت خانه نیه گفت نه اسمت در ایران نم در خانه نیه گفتم با این پالوی تو همینجی سعی کنم که شفتالو رسته نرسته دیگه سه و شفتالو ناک اندادی که امیر پرسانت نم است که رستد که همینجی کنجقه فامیل گو چاکلی بگیری بوخری دیگه نبدی دیگه انداد داخلایش مره
ویدیو رو بسازی که آقلایشم را از آقلایشم یک برنامه گرفته. سلام علیکم. آره. اینجا چندم داخل باید من از مولی نه؟ نه این خوب شایی زخمی مخمی نیه دیده میه؟ سر مرد نه اونجا خاطر ما جوان سیک من میگه نه ما گرفتم ما جه پر کدو جه آردو جه پر کدو تو هم پرتیر بیرون نکنی. نه بیرون می بیسوز پاس پسند بیا اسمت رضای دیگه علی آردو رضا و رضای کتا اسمت دیگه اینجا راه خرابه. نو همسنفای از مو باش مو یک لطیف یادم منده دیگرایش یادم نمانده خیلی زیاد داشته همسنفی از تنگی باش میگه با کجا یادی ماری بانک چیز کن خود سامر خم کاکم گفت مو اینا لتنگی رسین اینجا قصافتی خانه عاجز مباری بسمونجی رفتی درگه ماما اسم قلف بود دیگه واید نیه نه از وایج کس چندین سالش تا اول نداشتی دیگه و پاکستان رفتن خیلی هاشت پاکستان رفتن یعنی اینجا تنگی که هم ده منگرینم پالاش تنگ خود گونجم در بیوش کردیم این مردم خیلی واقعا خیلی زحمت کشه مو ناقی خودمون گفتیم مو قدر زحمت میشه مو یکش قدر هم کردی بلدی از خود از مو تلخ بود یعنی یا زحمت کشته اونو مینانو کم سنگ چندن چرمغز کشت کردن سیو کشت کردن مو جوز سیو زردالو آلوچه دیگه هیچ چیز نداری یا کس چرمغز تمام چیزا رو ناف این گنجی کل تنگ میقص کشت کرده یا از این خاطر خوشبختن که آقا در تر بدن مندنشون بله همه گشم شما آرد مندنشی اینا همین جمده یا آو زیاد ده دیگه ارمنه که بود اونجا زندگی موشه تمدنم دا همیشه وقت اونجا رشد کرده این مالا من مردم نمیزی یک رشتار قلتنگ در بغلا بلده خانه جردن در قلایش که آوا درخت کشت کرده زمینی بلده جور کردن دیگه این خیلی خوب جایه دیگه مردم زحمت کشن مردم هستن جدا از دیگه مردم افغانستان به حد زحمت کشن که یعنی ما کوار منگنیم اونجا در پشتره چو متانن کویزا پرس چو بو چوی سوختن دیگه مالداری دارن گوداری دارن گو خلاصه رفتی دیگه موفق نشتی که ماما خیلی کسوش نکدی نه باش بله تمام یا قدر وقت بن مفتلل نخی قدر کالجات راه خیلی تنگ نه بوله جان سلام علیکم بوله چی رخ نمیشه بوله قدیمی مردای جوری بخیری نشانی او خود خوش یک رافترا رو داشت قدیم از سالای 70 سال 60 سال پیش من دوران آتیم سلام کافر خوبی جنجر بخیر آقای بخیش من دانشه بوله جان نمیگی نه ما یه نمیشه تو نه اون نمیگیش والا بشین برای تو خانه که ما رو در توب چاش بسته نکنی تو ما چای نمخ ما تایی اون منجی لبتا چای میخورن تو بایش نه یک فلات مجلس بخور بولای بگیم لالای بگیم بولای اخیار میشینم بول علی اخیر اخیار معروف دیگه مو هم داری که باری در خانه ما خیلای خود الیسید اونجا رفتی که قراره که مو اطلاع پیدا که و کلان رفتن پاکستان رفتن مزار رفتن دیگه جای رفتن ای کس نمانده باز نیمرایی مو پس برگشته اماده اماده اینجا وزیله شد که برم گاینه رفت راو کنی مو خدا رحمت ناطر رستم که بودن اینجا ما واتیم کشه و خرور از تود بار کرد میوردی نه تودی تر همونج که ما رفت ترسینگ از مو استادگاه ما همونجا بود بعد این ترم یادم منده که آبی رستم نبود آتیم رفتم و مشکم تای بال ندرگان میزید مشک شیو که دمینه کاسه برازن زاودی که داو یک همونجا بود معمولا همونجا کزی او بود اما روچی گم سر لش اون مو قدر خانه شریک بودی قدر شما آلینی وسیله هم ده موتر نخورده بوله موسو دیران اجایب دی موسو خدا رحمت کنه زنده خدا نگاه کنه مرده خدا رحمت کنه ربزون خیلی قدمه رفیق دیاد از من ما میزوسین دیاد مایم ما تو دیاد نه دیاد نمید ما وزو مقدر رفیق بده که پاکستان میماد مراف نه یه ویزه اما خرچیش تکردون از ما بود
از سر یک لباس یک سوغاتی گویا یک چیز می‌آورد. ولی ما اگر بگیم استرالیا گم شد دیگه نه مردهش معلوم. ولی اگر ما بگیم ما تعداد او زمان جاوزار کلدار خیلی پیسه بود. باور کن ما خرشی بود. در سر کتاب دیگه ما روشن. یا غیگو بخیستم پولا؟ آره اون دختر از مایا. ابو القطام. اینیش خاتون از مایا. ایش دختر اقجویا. اینی کوچمانان که میگن زن اقجویا. ما لاله اقجویا. ما؟ کوئی لاله اقجویا. وشه او هم باشه از مایا. خوش از پاکستان ایندیا. اینه اصل این چند سال نبود نه اینجا. یک چند سال کابل رفته این البته پسند. سلام علیکم. ماندن شنو برادرو. سیاد خوب بخیر. خالای بخیش ماندن. خالق جان خوب بخیر جان تجاره. جان من خوب بخیر خیرات داری. ما خوب تجاری. یوری بخیر. چه خانه دارته؟ علی خانه سیاست رو گفتم اینجا یک چای مخنی موری قرقسم مو مثل شما لمیت مال داره دیگه دست کومو بیا. تو وقت از واب بیرس. دیگه یک چای من سردیس از خانه بود. جور خواسته. الحمدلله. درمان شما خوبه. شکر. خیلی تو باشه یعنی چای ما تمام تر از چای خورده بشین. نمی چای تو بیشی بولگون برادر جان چای کنی نه یا بسیار بد کاره که سری رام دانشته خیر نگاه نه خدا شما بسیار بده میچه از خانه بزن ما بده نه آره میچه این آدم چای از خانه شما آورده آره میچه از خانه شما آورده ما رفتیم خانه بلیت فرض ظرف نشیشتیم قشنگ چای قدراس میخوردین خوب بگانگی نیه دیگه اگر بولا نباشه بخیم یک گازده خواسته ها اموت خدا شما بسیار بده مردم افغانستان کلا میهمان نوازه ما و شما اند دوران مکتب که ترمه میومد یک دفعه هم دیگر هم تیربیر شده قد بلغ ده چکر ده ایران هم میتخم اندوالی ده خیلی کوتاه مدت دیگه زیادتر که ما بودم قدر افزان بودم دیگه قد بلغو زیاد کار ندارم افزان ده بیستون قد مزه کنم اینا که سر نخورده شی که آشنا نباشه مردم افغانستان میهمان نواز هم دیگر خوب خیلی سلکن دوستا که یعنی چای را در چای میخوردم بری میجی کلکشک نه خیلی میگه سید نخاتوی میشته تو خوب گوتون پیش نرفت که قیچید کشم وقت ما آمدیم برادری دیدم که غیگو اینجا را میگردم منطقه ما نشناختیم خداییشی اگر مثلا بایدان درگاه برادر تومکول و تنگی و قدر فاصله نه فاصله نداره الحمدلله بود مو مالی آتیت هم خوب دیادم منده مامای علی سیدیت هم آل شناختم سلطان نام داشت سلطان علیاتا آفرین او برادر جان دید من مقصد قنجره میرسای لالیت قدر کار کردم اره میرسای کاریگر هم هست دیگه بیچاره اونمونجا خانهش در ایران ده بنظر اره عالم همونجا ایران مقصد او اسو بتر بابا اشتوا بخیش زوجات بود پیش از من و بالا جان تو کس خدا دوری آدم که ترس خدا در دلش نبود جوان مم نه موز خدا ترس داره باید دیگه توری جواب میده شما یرسی دنیا رو مخریت او از ما بیخی بوم رو بیخیش از ما ما کسیم خواه این دایی معلومه ای تو عبدالخالق گفتی لاله عبدالخالق لاله خالقه؟ اره محمد نام داره محمد ما اونمون که پورتا گومیم دیگه که این کوی که مردم غیر جواب نیست بیکار از گسبات تا بیکار من مال از مینه فاتحه رفته جاردیمه دوسته دیگه هم بود منطقه این تازه هم ده ما گاتره کنم وی به خدا ما رو مسیر را ایر گوش کردی نبودن پیتنگی گوش کردی جایم نبود ما دادیم خیلی تشید که باید بگریرم نشناختم ما این دسمال دیبله سرش بود کجا دور خورد دادی؟ ما جای دور نکردیم یک دو دقیقه بیخ افضلی دور خوردیم از اونجا مادم بوگی سرزیمی یک لحظه چکر زدیم یک 17 نفر تنقلیا بود بلوگو 4 نفر موند
یک زمین کار میکرد برادر تا یگان چیتی تون پول که بود خان محمد بود که دیگه مدد آتی داود دیگه بیخی برد همون سنگبری ویلا شاید بده آفرین ویلا همی میروسین بود برادر تولا بود آصیف بود دور رؤوف بود محمد بود غفور بود حالا سینت بال رفته فکر کار نه باور که فکر کار نه تو چند ساله ما شاید باشم 54 55 بیشتر نیم 10 سال مگر اون متخم کندوالی دم یادم نمومنه قدسکی بودم قدسکی نبودم لاله اصلا سنگچه بود برادر غلام حسین و خادم حسین یک کمی یاو یک بند برق بلده خیلی کنیم خیلی خوب کار کمک خارج اگر نمو بود و 3700 متر طلا شیرین خورده ای 3700 متر طلا شیرین خورده در اون زمانی که یاو نبود نه 2 روز بعد روز آلوس هر روز یک تیفل از اینجی در دکتر مرافت اسهال میشد به خاطر این زیاو کنید از اون تسکن می آور آورده دیگه لطف خدا یک اطفالم از کمه دیگه از کمه یا چشمه یا اونج بلوترک که بره غیر هم کوی آخر معلوم شد بخشی از نو پیتینگیه اون مزونجی یا آورده خیلی دوره کس مزایمت نکده اونجی که آواز موی از نه آواز میرخیلایه نه آو مرزامدی است او وقف کرده آو موی دانه داشت این دی کوی گیرو اونج بالتر خو مقصد اون در مؤسسه یاب دادی باز اون روزی که همو احتای شما داد ما و آور نشو دادم یک اوغان بود برادر رو قبول نکرد گفتی کوی گیرو برفکوت داره دریام سیل داره اون نمیشه بایدی که دیگه آو تخمکشون دیگه آو نداره در اون روزا مرزا مهدی مزمنا یک سودا میکرد از کابل هم داد باز میر ما گیر کنیم گفتیم برادر مو 6 لب 40,000 اوغانی از اون مؤسسه اگر تو هم کاری نکنی بیدی یک آو دوره در میکو ساله ها در قدر ریگ رفته همون رو بیدی که مو ببرید خواهی تو بچاره همون بیگاهش اما دیگه خط نویسی یعنی موقع بود و نظرت ما ور گیر کنیم دیگه اونو آورد مرزا مهدی که نال بخشی خانه ازوام شرکشیه اونجی اتراوز زده؟ در خود سری او کسا یک چخنه اوز زده منطقه این در نیمرایی بسه اوز کلانه 4 دست شد این چیز نمیشه ذخیره نمیشه دیگه بدت نه چرا؟ ترو مایه نه واو آو قدر دیگه ترو مایه مردم رو بسه دیگه تو دوستان ما شما را بیرون در بخی در پالوی تاخوم یک درختیه که کوییه خیلی خاصیتا هم درختایی که کوی سوی همونه کلان میشه چوش خیلی سفت و سخته دیگه اینمی دره ها کوه ها سنگار که میگنی سر به فلک سایکو ایران مره این طبیعت افغانستان دیگه اینمی دره را طرف پایین میگنی چقدر سرسبز بود پول از درخت و چهارمغز بود شفتالویه چه دلی برده شفتالویه این درخت های را چی داشته دیگه اینمی سرسبزار که میگنی اینجا آو درخت این در بیخی درخت تاخوم علمی درخت تاخوم این مال کم دیاد من 20 سال پیش بود که اینجا دادی نه؟ آره اوله به پای زیدم درخت با خوشیه چون سال خوشبایی هم ده آره خطرناک درخت مکمه ای هیچ چطور بلده آتیش نزیده این درخت مازاره یعنی از خود نزیده چیز بل نکردن سنگ بود نه؟ آره اینمی باید جای آثار آوش که ما شما نشا بدیم گاز اینجا آو میماد خیلی آو داشته بود آه شما داید من ده تهیده من زمانا که گاه میمادی نه آه بود نه کپنه و بعد او تر خوشش آه دارم در نظر دمی پسمان بوده آره اصلا؟ برد لب شاید جلگم باش تایلا نه؟ نه غرغر نه او دوربار بود که ده
خب بینندای عزیز فعلا موری طرف جلگه مورا کمی میوه داد مش خلاص و شفتالویه که آلویه دیگه کجا موری آوای؟ همینجا؟ یا لب جلگه موری؟ نیه نیزگه برد نوشو بریم خب سرسبز است نه؟ اینجا که افتاد کمک به پریدام شه خیلی قشنگ میشه. اینجا تازه بلدرگاه چطور نه؟ آه. چه جای دیدنیه. باره که در جا مرسی اینجا بند برق دادن میرا در نه جلگه ماره دیگه جلگه جلگه قد رفيقه ها پیاز سکو باره اصل دیدنی جای اینجا شد جای دیدنی اینجا شد بله دقیقش خیلی از سر ما یاو کشنی آره لغتم جو سر کنه نه؟ بابا گزارش بدین ها ترناک پیاز کداو پیاز سفید هم هسته سی خوب نگاه میشه نمیشه هست ریگه نه زمین چی دوستا سیو رسکن همین سیوش کردن دلکش سر دسترخوا باش دادن دیگه نان دیل دادن همش میگن سیو بخوره ها بلور سکو بلور شفتالو شوشته شد؟ شفتالو سیو ما اینی سیو رو کندو مرم سموگی مگه من سیو کندو فقط کیست اونجا ماسکت شفتالو داد منه ها این رو داکی اسکی گفت پروا نداره ما ویدیوشون گرفتم وقتی رو لاش هستایی کنم وقتی رو لاش هستایی که ویدیو رو بخشش کنه دارم خود پام تکس ایگل نمیتنه نه؟ آه خانه آتی رستم آتی رستم خود محمد نام داشت بچهش رستم نام داره دیگه بچهش جماخان نام داره حالی کجاش در منطقه گجوره دیگه مو اینجا خیلی میماده حال بچون به خانه دی که میشه نمیشه خانه دی خیلی تغییرات آورده دیگه تو باش که ما امی از بس شفتالو رشتم تارت دن نیستم نمایه تو باش که شفتالو رو از اول گفته چیزا کابلیا که شفتالو رو گیر کنی نه نمیگه تنگل جگه تنگل مثلا که اونجا فرشم میگه نه
خواهی مرکزی بیتوغه دیگه مو باید گله گله هم شدی که سعی کنم ترس مخوره اونو پیش منبر چیز آورده بنظری لوبیا زهرا نماد؟ نه خب بور بیخ بابای کجای بابای بور بابا آتش شریف خارج بالا نه قد دوری مره آتش شریف خواه منبر بیتوغی آتش شریف اونمون آگاز آتش شریف دیگه من قار نشن سرتا نه همشه من صدی مردم خیلی چه دیست بال درک نگمه مردم خیلی یا گیدوشونه دیگه میزنه بگی ویدیو بگیریم هستا؟ نه یا دیگه آتش شریف بالای خانه یه خب چطور هست دیگه خوبی؟ نه ماشاءالله خیلی بادام داریم خیلی شما بیا بالا نیست عکس مکس هم میدی الله خیر آزاد نشد تو نه بیش خیلی بیش آزاد نشد جان تو جور بخیر خیرت درست سلام علیکم علیکم خوبی بخیر خوبی جمان خوب بخیر خیرت داری بیش راحت بیش دقیقش نشه بیش راحت بشی تو تو بیش تو آره منجی بیشین که مو میشی تو بیش منجی بیشی ما در شما کار دارم بیشین تو سر پای خود چی نه زحمت نگی خود دیگه میشه قرار میشی حالا آتش شریف کجایه؟ شریف نه مال دکارسنگای استاده میری کار خب خوبی؟ الحمدلله ما جامان خوبه؟ فضل خدا بیشی نه؟ بیش نه او بگو تو مو بولگان تمقالی یعنی در رویت می نوشم امی حافظه مگر راست پرسان خراب شده در جای ارده نترسته تو ما برادر اقجاییم برادر آقای نظری خوب می نخشینه پیرشته برادر ما میگارم که پیر شد کارهای سنگین حافظه را از بین مبرو خود نه از من مترشته بسیار باید بیرون شده دیگه خب حالا همون ناگ از کیه؟ کدام ناگ؟ همین ناگ تایلون پیش خانهشون همین از موی خب رسیده نرسیده؟ رسیده خوب اونو زخچه مخچه مرغاب بخی زخمی بده بازای شده نتایش میرزه حال نتایش که باری است در نظر تو زخچه خوردشی؟ باشه خوردیشی نخواد که باشه کی یکو زالدا کم بودی مو قدر نفر یک دنه کتام کرد بخم خلاص نفر یک دنه شفتالو که مر بیدیم که رقم کجا است شفتالو؟ یعنی منگه شفتالو مخری یعنی مو سیاسر ولای کی یحیا حالی نه چای مخرین خرید نه چای نه چای خانه خالی خوردی خانه فقیر اونجا به قافسه من شیشتی چای مای خوردی شفتالو آوردک شفتالوش خیلی زوربر بود از اون رزگگاه اون خیلی تلخم بودک خوردی خانه شاباد خانه پدر شاباد که مورد مختر تحویل گرفتک همه خیره پران نداره این دوستا یعنی بادام زیایه یعنی سلکو بادامه خوب نزدیک بگیره گفت خیلی کلان بادام های خوبه اگر در استرالیا باشد کلونش شاید $1000 بده خیلی بیشتره یعنی بادام خود ریزشی بیایید بگه یعنی بادام های ریزشی نه چای لازم نیه سلک چقدر مهمان نوازه یه آدم
دون چای خورده اینجا هم دوباره میگم که چای افغانستان نمی چیشه دیگه تو بیا اینی کادو رو بگر اگر کادو رو بگیری نزدیک این سال که اینی کادویا برادر دیگه سالا کارو مردن هم یک سالی 17 نه کارو بده اینی کادویا که خیلی کلان اولا یک کس یک چندن نام بخیر جاتا میکرد ماسوم نبر بشه بودیم چندن شد او خب ما موتور یک دورم موتور باید اینجا خب آره نه تو برو بخواست پاسم زود میشه اثر کوری که این باید چورن نگه مردم رو دفتر گفتم بخشش رو بیا اینجا مو عندي خانه دوستا تو این دوستا آسمون شما بخشش مناک تام نیمو دم چی مزمره مناک گرفتن مردمای خیلی مهمان نواز دیده تیاق دیش چه مر راهنمایی نه مگه باید که ما شما مناک بگیریم یک دونه کندش یعنی ناگار میگه می برادر یعنی ناگاه یعنی قلق خراب منه قلق میزنه تا پرتانه قلق خیلی مزیره شما چوب ایرون نبودلو با این چوب میرون بوله ایت ترمی چوب میرون نه اونو بیرون اورا اونو بیر توی ناگه کی این تابده گروه نه یک چور این سر زیر شخص نه این در گروهش در نه این دور بیده تاکنه او تاکنه بیخی زخمی میشه خراب میشه یک دنه اونو فرید در روز اینجا غذای ما امروز یک نفر یک دنه اونجوش تانه ما خو بور تاکنه این یکی زرچوب شده خوب نه اونجوش زرچوب اونجوش برو آمدم که یعنی چور سخت می دور میدی دمیرش سخت که دور بدی اون چک نیه اون چوب و تو هم افراد تا فرید زخمی میشه آن یک دنه بالا کن پرده یعنی خوب شد نه خیر کنی بالای دوستا سیکنی خیلی زیاد بار داره خیلی موتر که قشنگ آشان رو دقیقاً تام شنو کل زخمی یا سیما بای بینی تر بای امیر چیز که نو خو انا بگیره خو یه دیگه شی زخمی نمیشه زخمی میشه دیگه زخمی میشه خیر او مقیم دیگه زخمی دیگه شی بولای میشه خیر کنی بلکم یه بوله ما بچه شریف نامبرایی هم بولگان قدیمیه خواه نفر یک دنک شد بس او خواه نه خیلی دیده نکه زیادتر شد ما شاید جل شبتالو میرن شبتالوی بیداریم شبتالوی خیر کنی بولای سات پیمان دیگه نه بس دیگه بس مزهش میده دیگه بس دیگه یعنی اینو بس اینو چو خو بس بولای بس هره بس بولای جمع کده خیر بینگرنی دکتر خیر بده اونو یک دنه اونو جو بالا
نه پلاستیک نه بود شما برید یعنی شموز سر دیگه زوجات مخلط نمیشه میونی دم بزن مخلط خود چی میشم پس نه این چی شده این بچه 900 جلوی نفیسی نم دسته ده کمرک دکتوری آدم باش که تو کنه ما در غزنی رایی برادر میباشیم خانهش در غزنیه خواه یعنی که سیده بخش زوزای از دوا بودیم خدایا ریدی اینا همونطور آدم میگه که تو کنه جمع کن دیگه چقدر لطف ولی بولا که مسافر داریم نه از تمقل اون خب بخشیم رایی که رو دیدیم یا سریم تلفون کنه در مرد دفعه دو دفعه قنجره گیر رفتم آلی یعنی دامت چون مسافر کشینه بچهش چیز گرفته مساخان آخه داییم نموگه که موگه نمک لاله نبو اگر بعد یا او مسافر کشینه من نیشم پلاستیک همون را گوش لاتیخ بیرین ما پلاستیک پیدا کنیم بود شکلم بخی دوستا در خانه که بولای موگه تاشته باش ما پایم به جنگل بندشنه مو اماد اینجی دیگه شفتالو بخش از مو آورده دیگه نا گفت بایم لیخ تاکین اماد خودش بشاره تا هم کرد دیگه کاکیم هم تا کرد دیگه بسیار یک آدمای خوبه این کاکیم نسیک برادرها اینه سلکو مازم اینجا ای خودوان تو خاطر ناتیفی نکن دوستا تربات میگه مگیر نشتا مخی امید ساق که من نجیس کرده اما شنو بگی خب ما خیر اونو شفتالوش بلای ما را تو دو نکن شفتالو داشتم چی مردمی برادرها اینیش چیز نخورده من یادش دیست پسندات خب شما شفتالو خورده و نخوردم ده نه؟ آره در پیش من برششته نه؟ آره بلای را خدا نگاه نزدیک کم نکنه خوب شفتالو بلدز مورده شما نسی بلای می؟ نوشه نه یه نمی جیبون نگذره نمی خبر ندارم که سال چند شدگی در دختر در می بردیم گفتی یعنی پیشانه یکی گفتی یکم تکلیف برا خوب میشه این خوب نگاه کن یعنی برادر خب شفتالو خورده هم بلد نی نه؟ مزه میگه بخوبه نه ما خوردم بریم سمیده همیشه داد کاکای یعنی میره شما سید ناگره در خانه ببرین بخین یک گل یشبر همون زمستون خندیدیم بسیار بیدر خدا تو نگاه نکنه خود نمیگه نه ما نمیخوام یعنی نوسه میخیر نمیخواه یعنی میردی واکن که زیبا کنم زیبا بیده بالا نه یک بشه خوب گوش یادیر خوب پاکیزه در مجلسات ما را از یک دو از مردم آمد جوگی نه روی ما آخی اون دوشتم و کدتی گرفته آره زیبا نمیدید خدا بزرگه که زیبا میگه ای که وش نکده آب بنده خدا قدر افغان خم بگیم که یک ویدیو وش کردی که جای نایاب رو بخشمون نشان میداد اگر موتروانیشون خوب نیه نه این سمت آره اگر موتروانیشون خوب نیه نه این غفلت کنین دیگه ویزا امضای خدا این نخسته من موتور دیگه هم از پشت من نایله خیر یک جای پیدا میشه که اون را بدی باره اشتباهی پای خیلی بلی ریز بیلم گشت مورا نه ایتیاد تو فقط الموتور سلك تقصد بمر بسلك قد كوشي هم سلك خو خد مستقیم نمیتقام برادرها
یواش همو قدر سرعت بده که بله موتر مسلط باشه. ما خود جان گزارش ناتمام نمونه. دوستا چون انتظاره خدای نخواسته یک دفعه گزارش قید کنه. قدر تو نگی تو خیرستان خبر کن. ما تو خیر برنیم دیگه. بعد دیگه این که باره فقط بله کل درختان میز پروازه. استادگاه. آره. آبیم که اکثرا نماز میخوانه. نماز. ای خوابی صلوات میگه با خدای ما گفتش که ما این القدر تو را بگه محیاب سه چیز نشد. نه بخیر ما خود جانم در زمانهای قدیم اینمی مسیر ما کلا قد خر ما رفتم ما قد خر. هی چی روزگارای بود. ای نه. خرم کتنگی نکن. خرم گاو دیگه نداره دیگه. گاهی نتر سرک بوده که دودن خرک جای میشد ترشدن سخت بود. حال که موتر به فضل خدا از یک جای تر میشه. موتر خوبه بریک درن. اختیار خدا دارن. اینجا میگه که گیل کندنو. این ساکن برادر اینی گیل کنیز جای. نه داری رای تام کلتن یا. اینجا استاد میشد نشون داد اینجا. این موتر به وقت خیر اون جا دیره پیش. نه اون منجا استاد کن. نه یه جی بیزن. نه تر نمیشد. موتر جسر. امزیکش. امزیکش خیلی. خب. مو برعکس افتا راموری اگر از اون سر کیسو میمادی که افتا پشت سر مو بود خیلی فیلم خوب میماد. عالم بخشش باشه دوستا. خیر اگر کم کاستی کی بوده ما رو ببخشین دیگه نه درنگه دیگه اوه آقا از پیشم دادی؟ نه ایران سایل نه دیگه آبت سایل چون کن این برا دوستا این منجی اگر آبت سایل نمیتونه خدای نخواسته خدای نخواسته میرم اینجا ندیم؟ اینجا جا نه بر پیش حتما نگان جای پیدا میشه دورش جان یک نوستد کنی ما که دقصه جنیم از سرخ تیریم ما عددم ده خود معلومه ما با قرآن بخی سرم درد گرفته نه؟ آره نه بایی ما سوانی نه نه ما برکی راک سیل نمیخواد آجای جانم خوش میشه ما دقصه جنیم ترکی اب کنم نه نمیتقم کسایی که علی کسایی از سرخ تیر در ایران مایه کسایی که دلش در دنیا بنده در ایران نندز نه این نصیحت مرگوش کن